فدراسیای بین المللی تاریخ و امور فوتبال هیئت دسته رمزی یکچین تاجیکستان در همه دور و زمان را ترتیب داده است. با این هیئت یگان نفر از فوتبال بازان دوران استقلال تاجیکستان را نیافتند و اکثریت کل آن را فوتبال بازان دوره طلایی دسته پامیر دوشنبه که در پایان سالهای 70 و در سالهای 80 هنرنمایی میکردند تشکیل دادند. آن دوران دوره اوج شهرت فوتبال تاجیک به شمار می رفت و دسته پامیر بعد چندین سال تلاش‌ها بالاخره به لیگ عالی چمپیونات فوتبال SSSR راه یافت و دو دسته دیگر تاجیکستان خوجند و وخش با موفقیت در لیگ دوم فوتبال شوروی آزمایی می‌کردند. کارشناسان فدراسیای بین المللی تاریخ و امور فوتبال این 11 فوتبال باز را به هیئت تیم یکچین همه دور و زمان تاجیکستان انتخاب کردند. دروازه‌بان والری ساریشوف، حمایتگر طرف راست حکیم فوزایلوف، حمایتگر طرف چپ الکساندر چریدنیک، حمایتگر مرکزی رشید رایموف، حمایتگر مرکزی لیانید کریلینکا، نیم حمایتگر طرف راست الکساندر عزیموف، نیم حمایتگر طرف چپ ادگارد گیس، نیم حمایتگر مرکزی الک شیرینبیکوف، نیم حمایتگر سمت پیش ولادیمیر غلومایداروف، حملهگر والری تورسونوف، حملهگر موسیل محمدیف. فدراسیای بین المللی تاریخ و امور فوتبال سال 1984 در آلمان تأسیس یافته مشغول تحقیق تاریخ و امور فوتبال است. این نهاد در سر چند وقت دسته های رمزی کشورهای گوناگون را نیز ترتیب می دهد.